بازی منفی 60 کیلوگرم جوانان مهیار شاهسوند. نورهانا منفی 28 کیلوگرم علی گوهری قرمز رضا خالوی آبی تشریف بیارم روی سکوی شماره 2. منفی 28 کیلوگرم نورهانا عجله کنه ها. آقای گوهری پایان راند اول، برنده آقا مهیار گل. و حریف مقابل علی اصغر یوسفی قرمز. استاد توکلی کوچ محترم آقا مهیار هم استاد علیرضا عباسزاده که زحمت کوچگیری رو دارن انجام میدن. منفی 65 جوانان حسین رشیدی قرمز مهدی خداجانی آبی آماده باشن. امیدوارم که راند 2 هم به همین منوال پیش بره و آقا مهیار هم برنده بازی بعد نورهانا منفی 28 کیلوگرم محمد علی خداجو قرمز امیرعلی رشیدی آبی آماده باشن. و شروع راند دوم. منفی 65 جوانان حسین رشیدی و مهدی خداجانی بازی بعد سکو. منفی 70 جوانان امیر حسین خداداد مسیحا مددیان
شهر. تمام. خب چون کلاه بازیکن آبی یعنی لمفا خارج شده، شاید نظر داوران هم تغییر کنه از خروج دوم و اتمام بازی. بله خروج تاییده و خوشبختانه بینندگان عزیز، من بازی رو قطع کردم چون دوتا خروج صحیح بوده و بازیکن لمفا یعنی آقای مهیار شاهسوند برنده بازی بود، ولی خب به اشتباه داوری بازی ادامه پیدا کرد. اما با اعلام کوچ بله بازی تمام میشه و برنده بازی آقا مهیار شاهسوند. درود بر شما، روز خوش.